شفاء صدور. حق شوهر بالای زن نزد پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم آمد و پرسید: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، حق شوهر بالای زن چیست؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با مهربانی و لبخند فرمودند: یکم، زن باید از شوهرش اطاعت کند. دویم، در مقابل او سرکش و نافرمان نباشد. سیوم، بدون اجازتش از اموالش صدقه ندهد که اگر چنین کند ثوابش بر شوهر میرسد و گناهش برای زن میماند. چهارم، بدون اجازت شوهر از خانه نبراید که اگر زنی که بدون اجازت شوهر از خانه بیرون آید تمام فرشتگان لعنت میگویند تا آن زمانی که به خانه شوهر برگردد. پنجم، با بهترین عطرها خود را برای شوهرش خوشبویی کند. ششم، زیباترین لباسهایش را برای شوهرش به بر کند. هفتم، با بهترین شکل خود را برای شوهرش آرایش و زینت کند. هشتم، هر زمان که شوهر خواست همبستر او شود، حتی در پشت اشتر هم باشد، یعنی در شرایط سخت، و اگر زنی که شوهر او را برای نزدیکی دعوت کرد این عمل را به تغییر بیاندازد و اگر نماز بخواند تا شوهر به خواب برود، پیوسته ملائکه ها او را لعنت میکنند تا آن دمی که شوهر بیدار شود. نهم، اگر شوهر از او ناراحت است باید شوهر را راضی کند. زن پرسید: حتی کوتاهی از شوهر باشد هم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بله. دهم، زن نباید در مقابل شوهر روی ترش کند و با او بد اخلاقی نماید. آن زن دوباره پرسید: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، چه کسی بیشترین حق را بر بالای مردان دارد؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: پدر. بار دیگر پرسید: چه کسی بیشترین حق را بر بالای زنان دارد؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: شوهر. دوباره پرسید: حقوق شوهر بسیارتر بیشتر از حق زن است؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: از 100 تا 1 نه، از اینکه حقوق مردان بر زنان بسیار بیشتر است. سپس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: جهاد مردان آن است که اموال و جان خود را در راه خدا صرف کنند تا به شهادت برسند، ولی جهاد زنان امتی من خوب شوهرداری کردن و صبر کردن به سختی های زندگی و اخلاق مردان است. و باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: زنی که به شوهرش بگوید هرگز از تو خیر ندیدم، ثواب همه کارهای نیکی او از بین می رود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: اگر قرار بود دستور دهم که کسی در برابر کسی سجده کند، حتی به زن دستور می دادم که شوهرش را سجده کند. سخنهای حبیب خدا را فراموش نکنید. دوستان عزیز، این ویدیو را نشر کنید، شاید به سبب نشر شما در دل کسی تأثیر کند، در ثواب شریک شوید. زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید: یک سخن خوب را به مردم رسانیدن صدقه جاریه است.